خیلی خبر دارد نشست مطبوعاتی امروزه در مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 مارس سال 2005 وابسته به نتیجه‌های رشد اقتصادی اجتماعی ولایت ختلان زنده می‌شود. طبق نقشه چهارمینوی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان از 26 یولی سال جاری تا 14 آگوست با راهبران تشکیلات مؤسسه‌های ولایت، منطقه‌های کلوب و باختر و رئیسان شهر نایاب برای معلومات حاضرین 80 عدد نشست مطبوعاتی امروز برگزار شده است. در نشست مطبوعاتی امروز نیز معاون یکم، معاون رئیس ولایت، ساختارهای داخلدار در ولایت فعالیت کننده و اینچنین راهبران ریاست و شعبه‌های دستگاه رئیس ولایت اشتراک دارند. با مقصد صرفه وقت مشکل میکنه که معلومات منطقی به همه مهمان روزمانگی‌ها که وابسته با نشانیده‌های مکانی اقتصادی ولایت ختلان در نیم سال اول سال 2023 دسترس شده است و اینچنین در اکران معلوماتی ضروری میتونید است که نشانیده‌ها و معلومات شما پیشنهاد کرده میشن. در برابر اینچنین واریانت الکترونی معلومات مفصل را وابسته به فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در نیم سال 2023 شما میتوانید در این سامانه رسمی مقامات دسترس نمایید. در مجموع ما همین گفتنی هستم که این سال یکم سال جاری موسمی جمع است مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در جلسه که ما وابسته با جمع 6 ماه برگزار نمودیم می‌شود که رئیس شهر نایاب ولایت نشین ساختارهای داخلدار تمام نشان‌ده‌های اقتصادی اجتماعی مورد بررسی ما طرف قرار گرفته بود. آن کمبودی که در فعالیت این نوع ساختار جای داشت نسبت ایستای آنها و مسئولین سپارش‌های داخلدار داده شده بود. نشان‌ده‌های که تا چیزی من گفتم مثبت ارزیابی می‌گردد. رشد منطقه ولایت در 6 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال 2022 سرعت رشد 8.2 تشکیل می‌دهد. نقشه اندازه در عموم اجرا کردید. اجرای 6.2 از 10% تشکیل می‌دهد. نقشه قسمی دارالمات بودجه محلی ولایت و شهر نایاب اجرا شده است. اینچنین خراجات بودجه محلی در این دوره با مبلغ 1 میلیارد و 306 میلیون سومانی برگزار شده است و برای معلومات حاضرین 88.4% این که مبلغ‌هایی که از اجرای بودجه شهر نایاب ولایت صرف کرده است هستند با اینکه ساحه‌های اجتماعی راست می‌آورد. طبق برنامه رشد اجتماعی اقتصادی ولایت برای سال 2021-2025 تطبیق 368 لایحه با مبلغ 8 میلیارد سومانی پیش‌بینی شده است. با حالت 31 دکتر سال 2022 از این حساب با مبلغ 3.6 میلیارد سومانی یا که 42.1% اینکه نقشه اجرا شده است. قسمت سوال جواب سلام علیکم محترم رئیس جمیله حسینова газета СССР مورد سردبیر. من با اجازت همکاران دو سوال داشتم. سوال اول خب محترم رئیس بیش از 6 ماه است که شما در وظیفه رئیس ولایت ختلان کار و فعالیت دارید و حتما علاقه خلاصه و نظرهای خود را راجع به رشد و پیشرفت منبعه ولایت ختلان دارید و به غیر از این ما همچون شما را یکی از استراتژی‌های اقتصادی قوی
کشور میشناسیم. به نظر شما امروز و منبع با کدام ساحه ها بیشتر باید افضلیت داد و با کدام بخش ها میتوان سرمایه جمع کرد، علاوه خصوص سرمایه خارجی؟ و سوال دوم شاید بیشتر اطلاع برای شما باشد. در شماره گذشته گازت SSR ما مطلب شادروان اصلالدین دوستویف خبرنگار ورزیده را با نام کلاب دریا که به کلاب می آید نشر کرده بودیم. من امیدوارم بچه ها از بخش اطلاعات به شما می رسونند و شما بیشتر واقف می شوید. با دستور و سفارش به واسطه سروری دولت سال 2008 باید یک شاخاب دریای 5 به شهر کلاب آورده می شد، ولی با گذشت 15 سال از این لایحه هیچ درکی نیست. من امیدوارم زیرا راهبری شما حتما آن عملی خواهد یافت. تشکر. رستم نسبت اینکه ولایت ختلان من قبل از تعیین شدن به حیث رئیس ولایت ختلان نیز یک معلومات من پورا داشتم. ممکن اگر شما شاید باشید هنگام جلسه کاری که پیشوای معظم ملت در شهر باختر داشتم 22 میلیون به سال 2021 بود که خدمت دادم. 21 بود 22 بود. آن 21 22 فوریه سال 2022 با دستور به واسطه پرزیدنت کشور یک ستاد جمهوری تشکیل شده بود با راهبری معاون یک منیستر وزیر وظیفه اجرا می‌کردم وابسته به جلب سرمایه. بعد از تعیین شدن به حیث بعد از دستور سفارش راهبری دولت من تمام میگم که ساحه‌های ولایت را مورد تحلیل قرار دادم و یک چند ملاقات‌ها با تشکیلات‌های بین‌المللی مالی سرمایه‌گذاران نسبت جلب سرمایه و میگم که اقتصادی ولایت نیز داشتم. در حقیقت ولایت ختلان هم از نقطه نظر دیگه که نفوذ اهالی قریب زیاده از 3 میلیون 600 نفر را تشکیل می‌دهد. هم از نقطه نظر دیگه که بایگاری‌های طبیعی و موجود بودن یکی از بایگاری دیگر مثل زمین‌های کارا یک دیدار بزرگ دارد. البته سمت‌های افضلیت‌ناک در اینکه دورنمای نزدیک این البته سایه کشاورزی است، چون که ولایت اگراری است. برای صنعتی گذاشتن از خیلی مباد زحمت کشید. یعنی که یکی از وظیفه‌های اول درجه این که راهبری مقامات و دیگر ساختارهای داخلدار ولایت از این عبارت است که زمین‌هایی که کشاورزی ولایت بلکه ثمره‌ناک استفاده باشد. یک چند امیدهای هستند که در این سمت البته ترسیم. اینه که کمبودی زیاد هستند. مسئله زیاد هستند ما باید کار کنیم. یکی از این مسائل این وابسته به اینکه حالت ملی‌رکبی زمین‌ها. متأسفانه مبلغ‌های زیاد لازم است که ما حالت ملی‌رکبی اینکه زمین‌ها و طلبات معیاری اینکه جایگزین گردانیم. نسبت این مسئله نیز ما کاربری کردیم. یک چند لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری تطبیق شده است با جالب اینکه از سوی شریکان نیروز این چون از سوی بودجه جمهوری نیز مبلغ جدا شده است. در این سمت کارها را البته دوام میدیم. دیگر سمت کاری وابسته به اسطوره‌وری تخم وصفت. این بسیار عامل مهم است. متخصصان باز بهتر می‌دانند. تا ما خواجگی دیاپانی کشاورزان را با تخم وصفت تامین نکنیم وابسته به بالا برداشتن اینکه حاصلات‌ی محصولات کشاورزی سخن گفتن غیر امکان است. در این سمت کارها رفته شدند با جلب مبلغ‌های هم از سوی لایحه دولتی سرمایه‌گذاری. ما کوشش میکنیم که آن خواجگی‌هایی که تخم پروری که در ولایت کار میکنند آینده ما طلبات سخت میکنیم حتما نسبت فعالیت آنها که کشاورزان ولایت را با تخم خوش‌صفت تامین کنیم. البته وقتی ما درباره سایه کشاورزی میگیم ما باید فراموش نکنیم که باید ما محصولاتی که با طلبات بازار همین که بازار داخلی و بیرون بلکه جوابگو بودن ما فراموش نکنیم. یعنی که در سمت اینکه ساحه‌ای که هم سبزیجات هم میوه ما باید با بازار داخلی طلبات بازار داخلی و بیرون ما باید ما اهمیت جدی دهیم. خودش تجربه نشان می‌دهد که ما محصولاتی که
با ستاندارد امروز خواهیم نخواهیم بیرون به همه ستانداردی بین‌المللی محصولات قبول می‌کنیم. اگر ما اهمیت جدی ندیم ما البته بازار بیرون رو گرفتن نمیتونیم. ما شما شاهد هستیم که چقدر از شهر ترسوزاده مثل انگور صادرات کرده میشه. برای چی؟ برای اینکه یکم محصولاتی که استحصال میشه صفتش بلند است، بزرگیر است. و دومی این البته حجم است. این دمیان که سخن نمیگه حجم محصول برای اینکه بازار رو گرفتن این بسیار عامل مهم است. ما این نقطه ها را البته در فعالیت میمادان حتما ما پیگیری میکنیم که این مسئله اهمیتی. سمت‌های افزایش‌یابی البته این کارکرد میوه سبزیجات است. ما این سال شاهد آن گردیدیم که میوه سبزیجاتی که در شهر در ولایت ختلان بروقت‌تر از آن میپزد، مثلا زردآلو، شفتالو، آلو زیادی از بازار دیگر جای فروختن نیست. برای بیرون برآوردن آن بسیار دشوار است برآوردن. من گفتم هم حجم هم نقطه نظری صفر و بیشتر صاحبکاران کارخانه استحصالی ولایت سوق آماده کشیده بودند. یعنی که میوه‌جات تلف نشد خطا نمیکنیم، اصلا کشیده بردن باشه. ما کوشش میکنیم که میوه سبزیجات یکم که ما باید که حاصل که با حجم آنها رو زیاد کنیم و دیگر آن که باید ما در داخل ولایت آن رو باید ما کار کنیم. این وظیفه آیندگی ما است. نسبت این مسئله علاوه که ما چقدر گفتم لایحه تهیه کرده هستیم و در وقت‌های نزدیک ما امید داریم که همین مسئله رو در ولایت اینکه عملی نماییم. صنعت سبک یکی از سواحل است که افزایش داشتن چون که اساساً وقتی که در جمهوری استحصال کرده میشد مقدار زیادش در خود ولایتی که ختلان هم پرورش می‌یافت و همچنین اشیاء خام صادرات کرده میشد. سفارش‌های بی‌واسطه راهبری دولت است نسبت این مسئله که باید که پخته داخلی پورا باید کار کرده شود. یک چند راهی امروز علاقه عملی شده است. این باید ما کوشش میکنیم که در این سمت موفق شویم. پخته که در حدود ولایت استحصال کرده میشد و پورگی در سالهای نزدیک باید که در داخل ولایت باید کار کرده شود همچنین یک محصولات تیار صادرات کرده شود. دیگر سمت البته کارکرد پوست پشم. معلوماتی ما اموری که هست در دستمون هر سال زیاده 6,000 تن پشم چون که ولایت چهارمداری هم هست و چهارمداری جمهوری اصلا در ولایت پرورش می‌کنه. پشم این قلیب کار کرده نمیشه. یک کارخانه باید در نوع دانور است که ما بیش کار کرد میکنه ممکن 500 تن 1000 تن باقی مانده 6,000 تن هم که پرداخته میشه. یکی از سمت‌ها است که ما باید کار کنیم. و البته چرم دو کارخانه که کار کرده چرم در حدود ولایت باقی مانده همش اشیاء خام صادرات کرده میشه. دیگر سمت‌ها هستند وابسته به اینکه تشکیل که مرکزهای یک نقطه فروش این یکی از عامل مهم است برای صادرات محصولات. چون که محصولات ما از پیاز اگر ما معلومات بگیریم در حدود ولایت صادراتش که سلیم زاده چقدر بود تاریخ گمرکی ولایت ختلان 2700 تن 56,000 تاریخ شد. برای چی پرسیده میشه؟ یکم لاجستیکا یعنی که برای صاحبکار بسیار مهم است و فایده‌اش حساب میکنه. از ولایت ختلان تاریخ قطارها همگی 1600 تن صادرات شده است. همین کنم؟ نه 1600 تن صاحبکار حساب میکنه کدام اون خاطر فایده‌اش زیادتر است. من ماشین خیلی بار کردم برده در که قطاره بار میکنند برده در اون شهر رسیدگی
قزاقستان اگر روسیه باشد با اون اگه با ماشین بار میکنن بازار میبرن بعد گرفته میبرن. من درباره با آماده نمودن همون محصولات برای بازار اون سخن میگم، چون که بازارهای بیرونه نه بازار ما برای نیست وقتا ریزانه گیرن نه یا با کالیگراف میگن دوران وای دوران وای آماده میکنن بازاری همون بیرونه. یعنی که در حدود ولایت همین کارا برده نمیشه. برای این البته مرکزهای فروش یکروخت محصولات برای ما لازم است. یک چند لایحه علاقه طرحی شده است. ما جوابش معاینه کردن هستیم و فکر میکنم تا سال دیگر این مسئله باید که یک قسمت باید حل فصل خودش بگیریم. خب در دیگه سمت ما کار میکنیم، کوشش میکنیم. در حقیقت من بار دیگر تاکید میکنم من نسبت این مسئله بسیار هم اپتیمیزم نگاه میکنم. یعنی که امکانات بسیار هم بزرگ هستند در ولایت. فقط زحمت کشیدن نکن، کار کردن نکن. ما فکر میکنیم که البته ما با موفقیت ها نایل میگردیم. ما دیگر راه هم نداریم. سپارش هست، وظیفه جانی ما است. راه بارتی میگیم که ولایت و ساختارهای داخل دولتی ما نسبت این مسئله چه راجع میکنیم. Правительства Республики Таджикистан, Народная газета, Камалова Махбасу. Уважаемый председатель, во-первых, я хотела бы, как уроженка города Куляб, выразить свои соболезнования вам по поводу происшествия, которое недавно буквально свершилось в городе Кулябе. И мы побывали в домах этих пострадавших лиц, и очень было грустно видеть вот эти вот лица и пережить то, что они сейчас переживают. И у меня относительно этого вопроса такой будет, значит, вопрос, как вы, значит, член правительственной группы, который сейчас занимаетесь решением этих вопросов, что планируется для того, чтобы в дальнейшем в городе Кулябе, именно вот на этой территории, не происходили такие события? И второй вопрос относительно вопроса нашей коллеги из газеты СССР по поводу водного обеспечения в городе Кулябе. Мы ответ не получили. И если еще можно, значит, вопрос у меня будет служебного характера относительно того, что в Сагдийской области, в Горно-Бадахшанской автономной области у нас есть представители, внештатные корреспонденты, но который год я обращаюсь к председателям Хатлонской области о том, что посодействовали нам нашего представителя, потому что у нас в связи с тем, что самое большое население в Хатлонской области, однако у нас нет представителя. Спасибо. تمام مردم ولایت را متنازع کرد، چون که 23 نفر ضرر دید و متاسفانه 12 نفر در این حادثه جان باختند. این یک تلفات بسیار هم کلان بود. در روز واقعه من شخصا خودم روابط وزارت کارهای داخلی، نقلیات، تندرستی در جا واقعه حاضر شدیم. سپارش‌های داخلی را وابسته به برطرف کردن این که صدمه‌ای که بود ما دادیم سبب باشد. شما میدونید طریق وسایل اخبار ما متخصصان که اشکال به شما معلومات دادن. تا امروز ما علیه به بعضی نفران کمک‌هایی که یک وقتی نرسانده شدن سپارش بی‌واسطه رهبری دولت است. ما علیه برای آن عائله‌هایی که خانه‌هاشان ویران شدگی بود اصلا موقع رو معاین کرده هستیم. روزهای نزدیک ما برای که 4 عائله 2 خانه تخریب شده بود، 3 عائله بی خانه بود. برای 4 عائله ما که روزهای نزدیک ساختمان که خانه‌های اونها رو آغاز میکنیم. این البته کمک‌های به اجتماعی البته رسانیده میشه. در روز واقعه ما از جای حادثه و بالا تا ناحیه ما دیدن کردیم. در اونجا وزیر نقلیات حضور داشتن. وزیر نقلیات وعده دادن که نسبت این مسئله البته چاره ضروری می‌داشتن وابسته به اینکه برطرف کردن اون کمبودی که در این شورا هست. این البته سوال بر ساحه داخل دارد، لیکن وزیر نقلیات نسبت این مسئله وعده داده و البته این روزها ما باور دارم که کارها باید که رفته شده باشه نسبت این مسئله. موضوع تامین نمودن شهر کلاب آب
امروز یکی از لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در طلوع عمل شده است. در نظر است که بعد از تطبیق لایحه مردم با آب آشامیدنی پورا تامین گردند. نسبت آن لایحه‌ای که شما گفتید من راستی مشخصاً معلومات ندارم درباره ایستاده بردن یک شاخه‌های دریا و روانه نمودن بشر کنم، اما پیگیری میکنیم فرمانزاده داره چون معلومات این مسئله اگر باشد امکانیت ما البته نسبت این مسئله ما مسئله گذاری میکنیم و وزارت طلوعی داخل داره. خب آیدی شدن این نمایندگی روزنامه شما من فکر میکنم یگان مانعی نیست. من که فیروزه شریفی بینیم و کنیم مشاهدت کنیم که مسئله خیلی خوب شد. از روزنامه صدای مردم رئیس محترم سلام است که ولایت ختلان یکی از ولایت‌های کلانترین و سرنفوذترین جمهوری به حساب می‌رود، اما وابستگی از بودجه جمهوری دارد، یعنی سوبسیدیا می‌گیرد. با اندیشه شما چی باید کرد که ولایت ختلان خود مبلغ‌گذار شود و چند سال دیگر لازم است که ختلان خودکفا شود؟ تشکر. ساختارهای مربوطه البته از همین هم عبارت است. در حقیقت تا امروز ولایت ختلان از بودجه جمهوری مساعدت مالیوی سوبسیدیا میگیرد. مبلغش اگر خطا نکنم تقریبا 857 میلیون سومانی سالانه است. یکی پتانسیل امکانات‌هایی که ولایت ختلان دارد، من فکر میکنم اگر ما این درستی سوال داریم ما میتوانیم که البته از این وضعیت براییم. برای این چی باید کرد؟ پیش از همه بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری تشبس‌هایی که یمکن بخش خصوصی وابسته به تأسیس جاهای نوی کاری. آن هدف‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی مقرر کرده است، این هدف‌ها باید که سریع وقتی و به صورت بلند اجرا کرده شود. یک از هدف‌های البته وابسته به صنعت کلانی با صورت کشور است. نسبت این مسئله ما که کارها را آغاز کرده هستیم. من در اول سال ملاقات با نماینده بخش خصوصی با سوی کارانی حکومت ولایت و بیرون از آن داشتم و نسبت در آینده بگیم که تأسیس کارخانه استحصال بنای از صحبت نزدیک هم داشتیم. خب من فکر میکنم که امکانات‌ها هستن ما که یک چند لایحه‌ها را تعریض کرده هستیم. من فکر میکنم که در وقت‌های نزدیک این کارها البته آغاز می‌گردد. یعنی که پتانسیلی که ولایت دارد من فکر میکنم با آسانی از این شرایط میتونه که برد. سلامت باشید. سلامت باشید محترم. این پای خواهش دارم. محترم رئیس در طول نشستگان تعداد کمی زنها در اینجا به نظر میرسد. معلوم است که رئیس سربرای مؤسسات زنها خیلی و خیلی کم. شاید 1% باشد چون در این 1% زنها سربرای مؤسسه حضور دارند. یک سوال دیگر رئیس کانهای طلا در ولایت خیلی درآمد کلان به دست می‌آید. چند فیصد درآمد در ولایت باقی می‌ماند، چند فیصدش بیرون می‌براید. و از مسئولین ساحه کشاورزی خواهش دارم. من در دو نشست سوال دادم که چرا زمین‌ها کشت نمی‌شوند. پاسخی درست نگرفتم. همکنون از اینا خواهش دارم که ردکسیون گسته پای بیان تا ما با آنها نشان بدهیم که چند هزار هکتار زمین کشت نشده می‌ماند. این هم کشتی اول و هم کشتی دوم. در حالی که آب هست زمین کشت نمی‌شود. برای ما با صنعت غره شده فراموش کردیم که تا صنعتی شدن حالا مسافه خیلی دور است. اما کشاورزی امروز ولایت را باید بخوانم. تشکر. وزیر میگرامی وابسته به فعالیت کارخانه‌های کارکرد طلا همین را قید کردن هم که از حساب در قانونگذاری جاری از حساب در پیش‌روی به قیدگیری گذاشتن بودن یعنی کارخانه‌ها پرداخت اندازها موافق قانونگذاری هم قانونگذاری بودجه هم قانونگذاری کدکس انداز عملی می شود. اساساً کارخانه‌های کارکرد طلا در ناحیه خوالینگ با فعالیت شروع میکنم. قسمت اندازی درآمد اندازهای اجتماعی یک قسمی اندازی فایده با حساب حصه کارگرانی که در آنجا کار میکنند در قسمت اندازی در قسمت بودجه ناحیه خوالینگ پرداخت کرده میشود.
قسمتی اندازه‌ای هستن که ماهیتی عمومی جمهوری دارن با بودجه جمهوری پرداخت کردن میشن. مثلا بونوس ها. یک قسمی انداز از فایده با اندازه با قیمت انداز جمهوری است. بونوس ها هستن بونوس ها و از بونوس های استخراج است این بودجه جمهوری بودجه جمهوری برن. ما در اینجا فایزی معین شد نمیتونیم برای که معلومات در دست من حاضر نیستم. ما اگر لازم باشد شکل خطی شما را پیشنهاد میکنیم. نو چیز است فقط بودجه ناحیه خوالینگ داخل داره. اصلا با بودجه مالی ناحیه خوالینگ که وارد میگه. در قسمت بودجه ولایتی دیگر بودجه تو با نقشه گرفتگی شدگی نیست پرداخت از همین کارخانه. خب وابسته به سوال دوم شما درست قید کردید که متاسفانه حالت‌های ثمرناک استفاده نشدن که زمین‌ها در ولایت جای دارد مخصوصاً در زمین‌هایی که آبی هستند. ما نسبت این مسئله این مسئله نظارت که قطعی قرار داده هستیم مومن یکم در اینجا حضور دارند دیگر ساختارهای داخل‌دار ریاست کشاورزی سرریاست کشاورزی در ولایت سپارش‌های داخل‌دار با رئیسان شهر ناحیه داده شده است که هر یک وجه زمین باید که ثمرناک استفاده بوده شود. نه که من شخصا خودم شما درست میگید هنگام دیدن نمودن از شهر ناحیه ها از زمین ها هم دیدن میکنم حالتی استفاده نشدن زمین ها که در کشتی همچه کشتی تکراری جای دارد ما البته نسبت این مسئله چراهای قطعی را میاندیشیم. نزد شما اومده نسبت همون گفته‌های شما پرباری کنیم و همزمان میخوام بعضی معلومات رو برم. میدان زمین کشتی زراعت‌های کشاورزی توسط حسابات 4 کشاورز مقرر کرده می شود که و در اجنتی امور ثبت می شود. همین سال بعد 434,511 هکتار مقرر شده است که نظر به سال گذشته 511 هکتار زیادتر است. در کشت اساسی در کشت تکراری تمام آن زمین‌هایی که هست وابسته به نقشه‌ای که از جانب وزارت کشاورزی با تصدیق حکومت جمهوری ترکستان میآید کاربری کرده می شود. شما درست قید کردید که در محل بعضا می شود که همون میدان‌ها غیر مقصدناک استفاده می شود. این من صحبت با ناحیه فرخار داشتم یک موضوع در یک فرد من در زنگ زد وابسته به اونه که آب نرسید. یکی ما وقتی که نه اداره بهداشت زمین منطقه می‌زد این نورایی من این روی کردم رفتم دیدم در همون یک میدان یونچقه است یک میدان پخته است. میدان یونچقه سبز است پخته نیست. بعضا از سهلنگاری همون صاحب زمین اگر شود ممکن است که همه حالت‌ها هست. لیکن طبق دستور محترم رئیس ولایت چینک نظارتی تمام زراعت‌ها گذرانده شده است و امروز کمیته زمینی ولایت کمیته زمینی منطقه در همین جا هستند. در منطقه پخته پر زمین میدان پخته از چینک نظارتی برآمد. در این منطقه کارکسیان علاقه 4-5 ناحیه را سنجیدند. علاوه با اجازت محترم رئیس ولایت از کمیته دولتی اداره زمینی نزد حکومت جمهوری ترکستان باز 4 متخصص دیگر در 4 ناحیه دیگر تفتیشی یعنی چینک نظارتی میدان زمین پخته و زراعت‌های تکراری را گذرانده شده است که ما نتیجه‌اش هم شما میتونیم پیشنهاد بدیم. در هر مورد ما کوشش میکنیم. این سال مثال میدان پیاز 12,999 با نظرداشت اهالی 10,272 هکتار با نظرداشت فقط خوجگی‌های جمع‌آوری و دهقانی بود که 1000 هکتار نسبت به سال گذشته زیادتر است. در همین مورد هم 44,533 تن پیاز در همین سال نسبت به سال گذشته زیاد جمع‌آوری کرده شد. وابسته به دستور محترم رئیس هم هستند وابسته به آن ناحیه‌ای که کم میدان کارتوشکا را در کشتی اساسی کم کردن حاضر در کشتی تکراری همون نزدیک به 600 چند هکتار است همون ما در کشتی تکراری وارد کرده هستیم. نظارت قطعی می شود یعنی استحصال کارتوشکا هم به مراتب باز زیاد کرده می شود.
ناظرین گرامی، بنده عبدالرزاق عزیز نماینده تلویزیون تاجیکستان در ولایت ختلان هستم. از روزهای اولی که شما با ولایت ختلان با حیث رئیس ولایت تعیین شدید، یک سخن گفتید که مرکز ولایت ختلان که نگین بخشان زمین رسول یابد همچون شهری واقعی و شما پسند افتاد، یعنی که همین دگرگون کردن شهر، آبادانی شهر، دیزاین شهر، یگان نقشه کمک رسوندن به شهر بختر دارید، در صورتی که در شهر بختر بغیر از تشکیلات‌های شهری تشکیلات‌های ولایتی نیز فعالیت می‌کند و کار و زندگی دارد. برای بهتر کردن دیزاین شهر یگان نقشه در پیش هست یا نیست؟ سوال دوم مربوطی دارد به سمت کشاورزی و اضافه‌نویسی در ولایت ختلان. سال‌های گذشته هنگام اجرای نمون نشانده‌های بخش کشاورزی و دیگر سمت‌های اضافه‌نویسی می‌شد که در نتیجه رئیسان بعضی جماعت‌های دهات در ناحیه‌ها با محکمه کشیده شدند است جانب مقامات پروکراتورا برای پیشگیری کردن از اضافه‌نویسی یگان نقشه‌ها است. من در نظر داشتم و گفته بودم که وضع تازگی وضع سانیتری حالتی که امروز در شهر بختر است همچون مرکز ماموری گفتم اینکه موافق نیست. با این مسئله گفتم در حقیقت همین هم هست. ما شما شاهدان گشتیم که روزهای زمستانی که بود مرکز ماموری شهر بختر در کدام حالت قرار داشت و ماهی گذاشتم توضیح دادم که هست بعضی مسئله وابسته با حالت سانیتری که من ماهی گذاشته یک مجبور شدم راستی یک ملاقات یک جلسه کاری در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر برگزار نمود با اشتراک تمام فعالان شهر و ساختارهای داخلی وابسته با وضع تازگی و آبادانی شهر بختر. سپارش‌های داخلی در این جلسه علاقه داده شده است. اگر مشاهده کرده باشید کم بیش مسئله همین تازگیش حل خودش افتاده است. اینکه ما باید نیاز زیاد کار کنیم که در حقیقت شهر بختر همچون شهر تازه و آباد باشه. من پیشتر اشاره کردم وقتی درباره تپه قربان گفتم که مردم شهر بختر جای برآمد ندارند. آن مجالی‌هایی که در داخل خانه‌های استقامتی بودم با اجازت که شهرداران خانه‌های نو ساختند. من سپارش دادم که روز یکم فعالیتم ساختمان که خانه‌های بدنشونه در بین دیگر خانه‌های استقامتی منع کرده شد. علاقه منع شدگی است. رئیس شهر هستن در اینجا. چرا؟ ما منع کرده هستیم. و در این جلسه من سپارش دادم که جاهای خالی هستند برای مردم برای جای نشست برای بیگاه برآمده با فرزندانشون روزانه جای نشست یگان فواره کردن و یک جای سرپناه کردن و درختزار کنی این نقشه دیگه است که باید که تمام شهر بختر با درخت‌های آرایشی و این که سرایتکن باید تامین کرده شود. این وظیفه فقط شهر بختر نیست چون که این امکانیت هم نداره از نقطه نظر مالی. ما علاقه موظف کردیم تمام ساختارهایی که در ولایت کار فعالیت میکنند که در آبادانی شهر باید که سمبزار باشند. من کمیته زمین‌سازی ولایت و شهر هم سپارش دادم که بینن جاهایی که امکاناتی ساختن این که مردم‌های ورزشی و هم جاهایی که سرعتی که مردم باشد گشتا باشد اگر تیار کردن ما را پیشنهاد کردن ما باید فکرگذاری میکنیم سپارش میتیم ببینیم ما شهر را باید که آباد کنیم زیبا کنیم دیگر با هم نیست. تپه خرما 3 هکتار زمین است. ما اون آباد کنیم اگر یک جای برآمد برای شهر که ساکنان شهر میشه. امروز وضعیت در حقیقت اونقدر خوب نیست. اگر اهمیت داده باشه فقط نیالهای سوزانبرگ است. در حدود شهر فقط نیال سوزانبرگ صنوبر سسنه میگم. نه که اون نیالی که اونقدر به آب نیاز ندارد. نگاهبین اونقدر زیاد طلب نمیکنه. شهر باید سوی شهر باشه باشد. درخت‌های آرایشی باید باشد، درخت‌های سایه‌افکن باشد که مردم گشت و گذار کرده تمام. بینید 45 درجه گرم شد شهر بختر امروز. مردم در فصل تابستان در نصف روزی چقدر گذرند. من همین بعضی چتر دارم. در دیگر شهر میاد چتر قطعی نمیگردن. فقط مردم شهر بختر در چتر است. یعنی که وظیفه جانی و از این مسئله البته پیگیری میکنیم و کاربری میکنیم. نسبت اضافه‌نویسی این داغ روز است. فقط با ولایت
خطنا خواست نمی‌کنم فکر می‌کنم در دیگر ساختارها هم جایگاه را نمی‌ذارم. در روز یکمی فعالیت من و تمام شهر رئیسان شهر نایمد سپارش دادم که من بعد ما با ایزوفنسی راه نمی‌دم. کسی که ایزوفنسی کرد با من کار نمی‌کنه. سپارش دادم من پرکار ولایت هستم نسبت ایزوفنسی در اینکه سپاریان پخته و کار کردیم. مقدار بیان نیاز داشت هستند. دلهای جنایتی هم شده گرفتند. ما کارهای فعالیتی را کردیم. در جلسه‌های کاری که ما در ازم دارم ما بارها تاکید میکنم ما باید کوشش میکنیم که با ایزوفنسی راه ندیم. ما کی رو فریب میکنیم؟ بازار خودش ایندیکاتور است. محصولات زیاد باشد بازار خودش نرخش پایین میشود. نباشد چقدر ایزوفنسی هم قدر میرسد. بعضی کمبودی هستن ما قدم به قدم این اصلاح کردیم. جزئیاتش هم نمیگم لیکن ما کار کردیم. نمیگم. سلام داشت. برامت. سلامت باشین محترم رئیس. من بار دیگر تاکید میکنم ما آماده هستیم وظیفه ما همین است که با وسایل اخبار با ما همکاری زیست را برآوریم. من بار دیگر تاکید میکنم من بیشتر بعضی کمبودی را تاریخ وسایل اخبار ما تاریخ روزنامه‌ای که هستن داوری هستن خصوصی هستن من هم دسترس میکنم. بعد شبکه‌ایش می‌کنم. سلامت باشید. موفقیت بار بکنید.